هیچ که به یگان درجه نمیرسه تا خودش کوشش نکنه. حرکت میکنی جمعه میبیایی به همین درجه میرسی. حرکت میکنی به سوی علم به همین درجه میرسی. به سوی اخلاق میبیایی به همین درجه میرسی. تربیه اسلامی بسیار تربیه بزرگه. نشسته بود در یک روایت دیگر میگه نشسته بود در قصر در بالای همون مسند شاهیش نشسته بود. از چپ و راست تمامی وزرا وزیراش نشسته بودن. میگه در همین حال میگه همه در سکوت بودن که مرد میگه از داخل قصر شد کسی را نپرسید. حرکت کرده مرد به سلطان نزدیک شد. در زمان شاهیش از کسی چیزی نمیپرسه که بعد از او گفت کجا آمده ای مرد؟ گفت ویرانه. بخندید گفت قصر من و دولت من چخیل ویرانه. از کی گرفتی؟ گفت این سلطنته. گفت از پدرم. گفت پدرت از کی گرفته؟ گفت از پدرش. گفت پدرت از کی گرفته بود است؟ گفت از دیگر کس. او گفت ای دیگر کس. گفت اوش ای دیگر کس. کجا شدن؟ گفت همه به قبرستان رفتن. گفت قصر دولت هم کلید خونه بوده. ای خود نبوده ای دست تام میگیرنیدم. میگم که قصر ویران خونه با قدیم جنگ میکنی. همین هم ای خود نبوده است. ای دیگه آدمو تو گرفتی با ای دست میگیرنشن. میگه این مرد برآمد رفت و 9 سال این مرد کاف که این کی باشه. 9 سال در عشق همین مرد بود که همین نیاوم. روز آمد در شهر نیشاپور 9 سال بعد این مرد باز دعا گیری قد زیارت کرد خضر علیه السلام است. برای همین عزیزان این دنیا وقتی چه بوده؟ همشون از دنیا گذشتن رفتن. ولی اوی خدا عزیزای خدا اینا سپری بلا هم. عزیزان خدا چی بدستیان؟ سپری بلا. جناب پیغمبر واقعا سپری بلا بودن. صحابش سپری بلا بودن. عزیزای خدا سپری بلا هم. جهان جای گدازی دوستان است. این دنیا در دوستای خدا در عذاب هم نکن. زیدونی ها به دشمن بوستان است. میگن دشمن ها را میبینیم میگه در راحت هم. ندید فرعون کافر درد سر را. فرعون از سرش در کرد اگه نبوده دعوای خدایی کرده است. ندید شدادیان از چشمی تر را. شداد میگه بیش ساخت که من آرنگ خدا نخیل جنت دارم گفته. یکون بار میگه چشمش اون نریخ میگه در حق خدا. این کارو شد بین. به فرقی زکریایش اره تیز بیانی گردنی بیازی گردنی یحیاش خونریز. اما زکریا علیه السلام به اره دو بلند کردن. اما حضرت یحیی را سرش گیرد بریدن. پیامبران الهی را ببین جرجیس را چند بار کشتن. خلیل الله را در بین گلخن. عزیزای خدا همین هم تربیت. اما جرجیس هر روز میکشن هر روز زنده میشد. جرجیس پیامبری بود که همین کافر رو بیزار شده بودن. این میزدن میکشتنش. حضرت جبرائیل با قناتش میمولید با پگه بیدار میشد به میومد. همین خیلی شده بودن که دیگه میترسن. این چندین 100 بار میکشتنش. در همین زندگیش با بیدار شدگی است. جرجیس پیامبر. خلیل الله را در بین گلخن. حضرت ابراهیم در علا پرتافتن. این دنیا همینه عزیزان. عزیزانش سپر تیری بلا را. این عزیزای خدا اولیای خدا اینا تیرای بلا هم. بلا را میگردانن. برای بلا اینا سپرن. عزیزانش سپر تیری بلا را. زهر بیدردی بخشندوارا. ای همه بیدردی بد دردی بد به هدایتی به توفیقی دوستای خدا میبینن قلبای ما رو معالجه میکنن. چگونه که حضرت سعدی ارواحش نبرم در دیگر جای بوستان و گلستانش میبیاره. کتاب گلستان و بوستان بسیار کتاب پداگوگیه. بسیار کتاب تربیویه. کسی که خواه که اگر پدر علم تربیه را در زمین شرق مسلمان ها شناسه این حضرت سعدیه.
ای تربیت های خوب میکنن. میگه روزی به سراغ دوست رفتم، روزی به سراغ دوست رفتم، همین قدر گشتم از قدم دوست معدوم، هیچی نیست نمی اون دوست. به افق شرق غرب دویدم، دوست معدوم، همین قدر دوست گفتم دوست نمی آبم. همه جا میگردم آدم زیاده دوست نمی آبم. مونده شدم خود به خود شیشت گفتم چی به امروز این خیلی که نه یک دوسته نه یک حمدیله نه یک همروزه قطعی و صحبت کنیم و دوست گیریم. میگه نظر کردم در کتاب جاویدانه که کتاب خدا قرآن، پروردگار گفت است که نحن الیک اقرب من حبل الورید، من برای شما ایرگای دلتونم نزدیکم. ای دوست ای دلم نزدیک ده در پیش ما ایستاده ما دوست گفته گشتیم. الله جل و علا شأنه در کتاب جاویدانه قرآن عظیم و شأن گفته است که من برای شما ایرگای گردنتونم نزدیکم. ما دیگه دوست در کار نیست. پروردگار برای ما از رگای دلمونم نزدیک بده، برای ما دوست در کار نیست. میگه همشه دور کردم و دوست یافتم. برای همین عزیزا دوست باید ما سراغ کنیم، دوست یابیم، دوست کابیم، لیکن نگاه میکنیم که دوست ایرگای دلمونم نزدیک بوده است. در پیش ما بوده حضرت دوست الله جل و علا شأنه. چگونه که عبدالله انصاری هم در مناجات نامش میبیاره که الها پروردگارا ندانم، میگه من نمیدونم کجایی، من نمیدونم که تو در کجایی، لیکن در همه جا جلوه نمایی، همه جا تو هستی، لیکن نمیدونم در کجاشی. شیرینتر از جانی، فزونتر از تمام هستی منی. نمیگه نه ای جانم تو شیرینی. برای چی؟ برای که بین منی و بین جانی. این فلسفه صحبت شد این که ولی تا جان موندن میگه توی و جانه، یعنی که ما باید ای جان مونم زیاد دوست داریم. حضرت پروردگار آفرندمون این یک تربیت های اسلام هست. این تربیت ها رو دوست داشتن در کنه که ما دوستمون باید یابیم. خوشا به حال انسانی که دوستا رو میابه، خوشا به حال انسانی که در سراغ دوست میبرویم. تمام پیغمبران آمدن یک درخت شیراندن، نام این درخت ماندن اخلاق، رفتن. تمام پیغمبران برای همین اومدگیان. نام درختشان چی بوده؟ اخلاق. این اخلاق پس می شود، این اخلاق بلند می شود. چی با؟ برای اون که همه پیغمبران آمدن اخلاق آورده بود دستیان. اینش که می اومده که اخلاق پس شدگی پیغمبر می اومده با اخلاق پره می کرده می رفته است تا اینش آمدن با این اخلاق ضعیف می شود. خیلی اخلاقای ما ضعیف شدگی، تربیت ها ضعیف شدگی. لیس للانسان الا ما سعی. قرآن حکایت میکند که انسان به یگان جا نمیرسه تا خودش کوشش نکنه. یگان جا ده یگان چی پخته گرمک نموندین عزیزو، حرکت میکنی. اخلاق دم حرکت میکنی، رزق دم حرکت میکنی، جمعه ده حرکت میکنی. قرآن میگه لیس للانسان الا ما سعی. ما سعی میکنیم. انسان درجه های رتبه را با کوشش خودش مییابه. با سوی اخلاق سعی میکنیم، با سوی اخلاق سعی میکنی، حرکت میکنی که به او درجه رسی. آن سلطانی دولت و دین، آن جوشاننده علم یقین، آن شخصی که دنیا را پسی پا زد، کافر در صحبت او مسلمان شدی، شاه اقلیم، همه در پیش او حیران بودی. شیخ سلطان ابراهیم ادهم، همه در پیش حیران شده است. چه به ملک دنیا را پسی پا زده، 11 سال پیاده رسیده به حرم شریف. چند سال؟ این خیلی اولیه ها بود است. 11 سال
پیاده رفته رسیده به حرم شریف. هر ملک و هر دهه و هر مکان و هر مقام زیارت کردی. 11 سال به حرم رسیدی. طواف کردی. وقتی طواف میکنه دور از طواف میسته و خانه را نگاه میکنه، میگه ای من از ملک بلخ خستم، 11 سال صحرا و بیابان قدی سعی کردم آمدم. میگفتن کجا میری؟ خانه خدا. ای من گمان کردم خدا همه جای، غیر خانه سیو چیزی نبود از کو. و من آمدم که خدا را در اینجا یابم. من آمدم چیزی نیفتم غیر خانه. من گمان کردم که خدا در خانه شد. بعد از اون میگه با گریس یک جوان زیبایی را دید که همین خیلی جوان زیبا های. پیش کعبه آمد، میگه جوان از هوش رفت. کسی او را میگه نه سراغ نمیکنه نمی برداره. میگه آمده از سرش بردار. جوان هوشیار کرد، گفت چو کردی؟ گفت هوشم رفت. گفت سبب؟ گفت من یهودیم. گفت در این ملک حرم چی میکوبی؟ گفت تماشا آمدم. گفت چی گونه؟ گفت عبادت مسلمان ها را. و گفت احرام در برداری. گفت نشناسم من نباشه ایمان ندارم. چی با از هش رفتی؟ گفت وقتی به حرم نزدیک میشدم هاتف یک صدا در گوشم آمد که تو حیف بر اون مرد و حیف بر اون جوان، حیف عیب نمیدونی. تو در شرمه که اطراف کعبه بیایی و در این حج سلطان ابراهیم باشد به ایمان گردی. میگه این صدا زد که ابراهیم ای کجای اون هوشم رفت که در پیش غلطی ده بودم. و میگه برداشته شد به دست سلطان ابراهیم ادهم مسلمان شد. برادر 11 سال میره زمین حج، با او درجه ها میرسه. 9 سال در دست بند داره. میگه برای حاجی ها هزون میبیاره، گرم میکنه، میره شربا میپزه و آبی طهارت میتیه. 40 شمشیر به دست پیشش میرفته، 40 گرز به دست از خفاش میرفته. ایرا میگفتیم سلطان ابراهیم